اینی که شما الان دارین به هم وصل میکنین، میگین دولت ها حفظ کردن شرایط موجود در مسئله ارز و واسه فساد. من یه خورده با این گزینه مشکل حالا دارم. مشکل دارید، مهم نیست، من حرفام میذارم. ببینید تو کشوری که میخواین تخریب بکنیم، دو گروه لازم داریم. یه گروه جاسوس که مأمورن، یه گروه دزد و فاسد. ابزار دست جاسوس این گروه دزد و فاسدن. هدف اونا چپاول و اقتصاده. تا زمانی که اون گروه جاسوس بتوانن دست اینها رو واز بکنن و تغذیه بکنن، میتونن از جهت اهدافشون ازشون استفاده کنن. چطور میشود این همه قاچاق صورت میگیره؟ میگه سالی 30 میلیارد دلار قاچاق. 30 میلیارد دلار قاچاق یعنی ارزش 6 تا پالایشگاه ستاره خلیج فارس، یعنی ارزش پالایشگاهی به اندازه 2.5 میلیون بشکه نفت، تبدیل 2.5 میلیون بشکه نفت، یعنی پولی که میتونه یک بار در برای یک سالش کشور رو از وابستگی خامفروشی خلاص کنه. رقم اینقدر گنده است. چطور میتونه این اتفاق بیفته ما کسی نفهمه؟ چون دارایی مالی بینامه. این حلقه دارم صیانت میکنم. میخوام جاسوس تو ایران پرورش بدم، میخوام نیرو بفرستم برای ترور، هر چی میخوام بفرستم باید یه چیزی باشه بینام باشه. من نمیتونم ریال بدم که. این ازش صیانت میشه. طرف خارجی از چی استفاده میکنه؟ همونطور که فرمودید، یه دونه نارنجک گذاشته اینجا تو جیب ما، ضامنش دست اون خارجی است. به محضی که اراده بکنه فشار بیاره، بازار ارز متلاطم میکنه. متلاطم، مهندسی شده متلاطم میشه، نه به خاطر شرایط. ما تو جنگ 12 روزه کاهش نرخ داشتیم تو جنگ 12 روزه، افزایش نداشتیم. پس این جهش ها مهندسی شدن، مهندس شده از طریق داخل و خارج، با خیلی رقم کم، با 10 میلیون دلار 5 میلیون دلار میشه به همش ریخت در جا. از یک طرف الان دیگه از داخل هم دیگه داره مهندسی میشه. چرا؟ چون من به صادر کننده گفتم ببین نون تو به هم زدن این بازار است، تو اگر بتونی ببری بالا، من بهانه پیدا میکنم یه دفعه ارز نیمای 48 تومانی رو بکنم 70 تومن، 2000 همت میخوری، یه درصدش هم به ما بده دیگه. من به عنوان یه تصمیم گیر که میخوام 2000 همت بخورم، چقدر حاضرم به یک مسئول، به یک گروهی از مسئولا چند درصدش حاضرم بدم که نکنن؟ میکنم. پس تو یک فرایند کاری که کردیم همونطور که شما فرمودید، آمدم ثبات اقتصادی، ثبات اجتماعی، ثبات روانی جامعه رو، ثبات سیاسی جامعه، چون این تنش ها به تشنج سیاسی ختم میشه. تا حالا خیلی تلاش کردن نشده. تعجب هم میکنه که نمیشه. ما توی یک بسته ها گفتیم آقا مردم بیاین تو خیابون، اینا دلشون خنک شه ولی پدرتون در میارن ها. اینا ولکن نیستن، چون تمام هدف برای اینه که آقا اینجا رو به هم بریزیم. هر جوری مونده ما اومدیم این بازار رو درست کردیم، بازار دارایی مالی بینام. بعد میگیم میخوایم با فساد مبارزه کنیم، ما دروغ میگیم. میگیم میخوایم با قاچاق مبارزه کنیم، دروغ میگیم. میگیم با رشوه میخوایم دروغ میگیم. ما دنبال ثبات اقتصادی هستیم، دروغ میگید. همتون دروغ میگید.